안녕하세요 여러분. 잘 지내요? سلام به همگی. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. بالاخره بعد مدت ها ما اومدیم با ویدیو جدید درباره عددها. توی ویدیو قبلی درباره عدد ساینو صحبت کردیم. عددهای چینی کره‌ای. اینکه چه کاربردهایی دارن، کجا استفاده میشن، چطوری ازشون استفاده کنیم. عدد بعدیمون هست اعداد نیتیو، اعداد کره‌ای هستن. این اعداد از 1 تا 99 هست و این عدد 100 که اینجا برای ما آورده پگ یک عدد ساینوه. پس ما 100 نداریم توی اعداد نیتیو. بریم اول اعداد نیتیو رو یاد بگیریم. هانا 1، تول 2، سد 3، ند 4، تاسود 5، یاسود 6، الگوب 7، یودر 8، اهوب 9، یور 10. من یک بار دیگه اعداد 1 تا 10 رو میخونم و بعد من تکرار کنید. هانا، تورن، سد، ند، تاسود، یاسود، الگوب، یادور، اهوب، یور. برای اعداد 11 تا 19 اگه یادتون باشه برای اعداد ساینو اعداد 11 تا 19 رو گفتیم که میگیم مثلا 11 از 10 و 1 تشکیل شده. برای اعداد نیتیو هم همین کار رو میکنیم، با همین روش پیش میریم تا بتونیم بهتر یاد بگیریم. برای 11 میگیم از 10 و 1 تشکیل شده. 10 یور، 1 هانا، یور هانا 11. برای 12 از 10 و 2 تشکیل شده. 10 یور، 2 تور، یور تور 12. و همینطور تا 19 میریم. یور سد، یور ند، یور تاسود، یور یاسود، یور الگوب، یور یادور، یور اهوب. اعداد 20 تا 90. 20 میشه سمر، سمر. 30 سارن، سارن. 40 ماهن، ماهن. 50 شین، شین. 60 یسن، یسن. 70 ایران، ایران. 80 یادن، یادن. 90 آهن، آهن. حالا برای اینکه بتونیم اعدادی مثل 21 22 اینا رو بگیم، میایم میگیم مثلا 21 20 و 1. 20 سمر، 1 هانا، سمر هانا 21. یا مثلا میخوام بگم 45. 40 ماهن، 5 تاسود، ماهن تاسود 45. یا 99 میشه آهن اهوب، آهن اهوب. به همین راحتی. بریم سراغ این تصویرهایی که گذاشته. اینها همشون واحدهای شمارشن.
اعداد نیتیو با واحدهای شمارش میان. بریم با هم این واحدهای شمارش رو بخونیم. اولین واحد شمارشمون هست سمیونگ. میونگ. میونگ برای افراد استفاده میشه. سمیونگ 3 نفر. بعدی پون. هنپون. پون هم برای افراد استفاده میشه. میونگ و پون هر دو به یک معنی هستند. ماری برای حیوانات استفاده میشه. واحد شمارش حیوانات هست. تو ماری 2 تا حیوان یا اینجا 2 تا سگ داریم. کن جلد برای جلد و کتاب و اینا استفاده میشه. نکن 4 جلد. تاسودگه گ برای اشیا استفاده میشه. بیشتر به معنی تا هست. مثلا 5 تا سیب. پس برای اشیا وسایل استفاده میشه. تنگ برای ورق و برگه و اینا. مثلا یادر تنگ معنی 8 ورق. بعدی پیونگ برای بطری و اینا استفاده میشه. یاسود پونگ یاسود پیونگ 6 بطری. جن به معنی لیوان و استکان. 3 جنگ 3 تا لیوان 3 تا استکان. توده ده برای وسایل الکتریکی مثل ماشین و کامپیوتر اینا استفاده میشه. توده 2 تا ماشین. سال به معنی ساله. هن سال 1 سال. مثلا توی تصویر اینجا میتونه مثلا تولد 1 سالگی باشه. هن سال. سونگی به معنی شاخه گله. برای شمارش شاخه های گل استفاده میشه. یول سونگی 10 تا شاخه گل. کیوله معنی جفته. مثل کفش و جوراب که جفت دارن. هن کیوله 1 جفت. بریم سراغ توضیحات کتاب. کتاب اومده گفته که ما از این اعداد موقعی استفاده میکنیم که میخوایم تایم و یا واحدهای شمارش رو بگیم. برای مثلا شمردن چیزی، برای گفتن ساعت و اینا. و یه نکته دیگه اینه که از اعداد 1 تا 4 و عدد 20 موقعی که اینا رو میخوایم با واحدهای شمارش بیاریم کوچیک میشن. مثلا هانا میشه هن. تو میشه طول میشه تو. معذرت میخوام. سد میشه سه. ند میشه نه. سمر میشه سما. مثال هم زده براشون. هکسنگ هنمیونگ 1 دانش آموز. که تو ماری 2 تا حیوان. کپی 3 جنگ 3 فنجان یا لیوان قهوه. کلا نپیونگ کلا میشه نوشابه. 4 بطری نوشابه. ساگوا سموگه ساگوا میشه سیب. 20 سیب. به جدول دقت کنید. تمام اعداد وقتی که با واحدهای شمارش میان به همون فرم اصلی خودشون نوشته میشن. ولی عدد 1 تا 4 و عدد 20 اینا رو با قرمز نوشته براتون. اینها کوچیک میشن.
مثلا 하나 به علاوه گ میشه 한개 두개 세개 네개 다섯 همون 다섯 نوشته میشه 다섯개 여섯개 일곱개 여덟개 아홉개 열개 11개 11 باز هنه داره این هنه هن نوشته میشه 11개 12개 20개 21개 اوکی این جدول باز هم یه نگاهی به واحدهای شمارش کرده که ما درباره واحدهای شمارش و معنیشون یکم قبل‌تر صحبت کردیم. تنها چیزی که بیشتر باید بهش دقت کنید این قرمزهایی هست که نوشته تا به شما یادآوری کنه و بهتون بگه که چقدر مهمه که ما برای گفتن اعداد 1 تا 4 در کنار واحدهای شمارش حتما باید از کوچیک شدهشون استفاده کنیم. 한 명, 두 명, 세 명, 네 명. اوکی؟ بریم سراغ مکالمه. 가족이 몇 명이에요? 우리 가족은 4명이에요. 가족이 خانواده میاد چند میانگ واحد شمارش افراد خانوادت چند نفره هستن 우리 가족은 خانواده من یا خانواده ما 4명이에요 4 نفر هستن 우리 가족은 4명이에요 بعدی 동생이 몇 살이에요? خواهر یا برادر کوچکترت چند سالشونه؟ 몇 살이에요 برای پرسیدن سن استفاده میشه. 남동생은 23살이에요. برادر کوچکترم 23 سالشه. 여동생은 20살이에요. و خواهر کوچکترم 20 سالشه. 여기 사과 3개 골라 한 평 주세요. 네, 모두 5.6평 모두 5,600원입니다. 여기 사과 3개 골라 한 평 주세요. 네, 모두 5,600원입니다. بریم ترجمه کنیم. 여기 사과 3개 3 سیب کلا 한 평 کلا یا نوشابه 1 بطری 주세요 به من بدید لطفاً 3 سیب و 1 بطری نوشابه به من بدید. نه اوکی مودو کلن مودو میشه کلن در جمع 5600 وون میشه. اینم از درس امروزمون. امیدوارم که تمام درس رو واضح و کامل براتون توضیح داده باشم. باز هم اگه سوالی بود توی کامنت ها و یا حتی توی گروه تلگرام میتونید از من بپرسید. و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره که به من خیلی انرژی میده. 여러분 사랑해. 안녕.